مرحوم مغفور سید احمد رشید نواسه عمیم میشه. طفلی بود صنف نوی مکتب. هر نوبالغی که به این سن و سال هستند برای خودش آرزوها و آرمانهایی دارند. شهید مرحوم دیروز در یک حادثه بسیار تلخ و جانگداز که از طرف دشمنان مردم، از طرف دشمنان انسانیت، از طرف دشمنان اسلام طرح ریزی شده بود و جام شهادت نوشید در دم دروازه خانه‌اش و منزل مسکونیش. مرحوم یک جوان بسیار پرتلاش، پرتحرک و واقعاً آرزومند و هدفمند.